درود به همه همراهان عزیز. امروز ما قصد داریم در بخش سیمکشی شیت ها یک معلومات پیشنهاد شما کنیم و تجربه خود را نیز به دیگر بررسی کنیم. این شیتی که در اینجا میبینید ما علاقه از روی نقشه سیمکشی انجام دادیم و یک کم معلومات درباره چگونه ما همین سیمکشی را کاملا انجام دادیم پیشنهاد شما میکنیم. یکم میریم در بخش فقط جابجوی همون الیمنت هایی که در خود شیت از ما هست. اینجا ببینید در ما از قسمتی از همه بالا علاقه اینو автомат ها هستند. در ردیف یکم و دوم هم ببینید PLC آمدگی هست. PLC سوم هم کانتاکتور و ریلی های ما هستند. بعدا هم در آخرون صف هم از ما اینورتر یعنی همون چسبنیک های ما هست و پایین هم حتما که این ترمینال های پیوست کنی جایی که همه سیما می آید و پیوست می شود با از بیرون به داخل شیت ما. خب جابجایی چگونه است؟ سر اول بینید اینورتر ما در قسمت پایین هستند. سببش هم اون است که در جایی که ما استفاده میکنیم حرارت خیلی بلند است و ما میدونیم که بلندترین قسمت علاقه زیادترین حرارت دارد و اینچنین چنگ هم در آنجا خیلی زیاد است. از همین جهت ما قرار آوردیم که اینورتر چسبنیک ها پایینتر از همه ایستند. حتما که یکم در ما در همه شیت ها بینید اکثرا همین автомат ها هستند، محافظک های ما هستند از قسمت بالا، چون که از اونجا منبع اساسی ما قدرتی ما می آید و از اونجا تقسیم می شود به دیگر الیمنت ها. بخش دوم هم PLC را اینجا گذاشتگیم و سوم هم بینید در ریلی و اینجاست ریلی ها و برای PLC هم حتما اینجا ریلی می شود. علتش هم همین است که ما زمانی که PLC را وصل کردیم حتما از خروجی اون اول بر ریلی میبریم، بعد از ریلی میریم دیگر قسمت فرض کنیم کانتاکتور و خود اینورتر و دیگر قسمت های همین شیت روشن میکنیم. خب بخش مدار قدرتیش هم باید که حتما شما وابسته به همون استعمال کننده خودتون یعنی موتورهاتون هستن، همون گرم کننده است چیزی که هست انتخاب همون الیمنت را درست جابجا گذارید. فرض کنیم امپری автомат را خب محافظت چون چگونه محافظت باشد سرباری یا که هم سرباری و هم اتصال کوتاه و هر گونه که محافظتی که شما داشته باشید همون گونه باید که انجام دید. قسمت بخش ریلی را هم ببینید ما از ریلی های استفاده کردیم که هم اینجا ساده هستند و هم مرکب یک تیغه است و هم یکشن تیغه و بعدا هم باز اضافه میکنیم اینا چگونه فرقیت دارن. خب این بود در بخش جابجایی الیمنت ها و حتما که بینید از این گونه تقسیم بندی ها استفاده کردگی هستیم، یعنی برای جابجایی سیم های خودمان تا که روشنتر و واضحتر شود این چیز و بهترش که زمان شما جابجایی را انجام میتید پیش از سر کردن سیم کشی حتما الیمنت ها را چند نوع جابجا کنید. هر قدری که شما درستتر جابجا کنید همون قدر شیت شما کامپکت یعنی ادغامتر می آید و همین قدر زیباییش هم و همین قدر سیم کشی هم آسانتر می شود. خب مسافه که اینجا هست این مسافه را خوب رعایت کنید، یعنی مسافه از بین این یکم کانال با دوم باید درست نه کلان و نه خرد باشد. اگر کلان که باشد بینید اینجا هم کم کلان که است علتش این کانتاکتور بود یکم ظاهرش هم نادرست است، کمک بیزیب است اما ما علاج دیگر نداشتیم چون که قطاری که ریلی هستند در این طرف کانتاکتور ششتگی است. از همین جهت یکم که شد و مسافه بین اینورتر را هم رعایت کنید. مسافه باید داشته باشن، این کنت باشد باید خود محافظک هم یکم مسافه داشته باشن، از موقع مسافه ندارن برای وقتی جایی که گرم هستن حتما که ممکن است که محافظت شما کار کند. خب دیگر بخش هم خیلی ترمینال ها از ما بینید در قسمت پایین همه ترمینال ها از ما هست که ما خودی همین شیت کاملا سیمکشی انجام میتیم و برده داخل همون شیت اساسی میگذاریم و همه کابلایی که از ما از بیرون می آیند در همون قسمتی همین ترمینال ها که علاقه اینا از پیش تعیین شدگی هستند با استفاده از نقشه که ما در اینجا داریم همشون معین هستند و فقط ما نیاز است که خودی همون سیمای بیرون را به همین ترمینال ها وصل کنیم. یگان سیمکشی در داخل شیت بعد از نصب ما انجام نمیتیم.